استاد چند زنهای اسلامی رو دیدم دعای دم دم قیترما کرخت میکنن. آیا این کارشون درست است؟ اگر قیترما در مردم ما برادرای عزیز همین سوره یاسین مبینگردان میخونن. مثال همو یکم مبین میخونه با ایسر با مبین اول میخونه میاد تا مبین دویم با میگرده با ای مبین اول با میخونه با میره تا مبین سیوم با میگرده ای مبین اول میخونه با تا مبین چهارم میاد همین خیلی تا آخری یاسین یک مبین تا 7 مبین شو میخونه میروند. همین را قیترما میگن. همین را میخونند مردم در آب صوف میکنه و همو کسی که یگان بیماری دارد مقصد یگان درد دارد همو را همو را قیترما میگن. هیچی باکی ندارد. اگر زنهایی که یاسین بدانند مردهایی که یاسین بدانند همین را خوانند و صوف کنند و در دستی همو آدمی حاجت طلب تیان اجازه تای باکی ندارد. لیکن انا کرخت این کرختش نادرسته. کرختش مثال همو در بندها میکنن صوف میکنن گره میکنن انمیش نادرسته. همو من شر النفاثات في العقد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد. انا اینجا پناه طلب کردگیان از همو دم انداختنی در بند در گره. فی العقدش همو گره های همو عقودش گره های یعنی در گره دم انداختن کرخت کردن از همین پناه طلب کردگیان. برای همین کرخت برادر در کارچه میکنن در بند میکنن بینین همین ها نادرستن. اینا هم ای زمره همون جادوگری و فالبینی هن. این کارا را نکنین. این کاراش خطاه. لیکن قیترمش همون یاسین من گفتم با مبین ها که گردان میخونین اینش هیچی باکی نداره. آیا اسم رؤیا در اسلام جایز است و چی معنی رؤیا؟ گفته برادرها این کلمه عربی است. رؤیا به معنای خواب دیدن یعنی در خواب دیدن رؤیا میگن. برای همین نام است هیچی زیانی ندارد که هر کسی رؤیا هم که ناماند مثلا همو خواب دیدن با تاجیکی بگیم با عربی رؤیا میگن با تاجیکیش خواب دیدن. در خواب دیدن رؤیا میگن. همین بابای حاجی آیا طرف آفتاب برا پا دراز کردن جایز است یا نه؟ اگه آفتاب خانه تابستانه داره خانه زمستانه داره در مردم ما همین آفتاب کدام طرفی که نشست همونجا را قبله میگن. لیکن این خطا های برادر عزیز. خیلی حاضر دیگر حاجت دیگر به اثبات کردنی مقصد او علم های پیشینه قطعی نیست. حاضر همین اینترنت ها هست و شما میبینید که همو طریقی قبله نما دارد. همو قبله نما را برارین دیگر یافتن قبله بسیار آسان است. و دیگر اینکه طرف قبله پاتا دراز کردن این خلاف آداب است. طرف آفتاب در گپ نمی رود. اگر همو طرف آفتاب در اگر به شرط همو کامپاس ما یا قبله نمای ما نشان داد که قبله همی طرف است پامون هم طرف دراز نمیکنیم. این خلاف آداب است. این قبله هم برادر عزیز یک شعار مردم مسلمان است. طرف قبله حتی پیامبرمون توف نمیکردن زیرا در این جانب الله را عبادت میکنن. طرف قبله نزد مردم مسلمان باید محترم باشه. نمیبینین که حاجت خانه ها را هم حتی طرف قبله نمیکنن. برای همین در طرف قبله باید شما احترام داشته باشید و هرگاه دعا هم که کردین
رو به سوی قبله میکنین، نماز میخونین رو به سوی قبله میکنین. لیکن طرف افتاب برای که اوجا قبله نباشه پا تا دراز کنی هیچی باکی نداره. لیکن همون طرف قبله باشه به خاطر قبله پا تا دراز نکن، زیرا ترک آداب میشه. بابا جان مرده که دخترش را مجبور به شوهر میدهد، دختر پسر را ندیده است، نمیداند که او کی هست، آیا اسلام با این پدر چی میگوید و از روی مجبوری نکاح قبول میشود یا نه؟ اکنون مجبوری نکاح قبول میشود به معنایی که وقتی شما خواهر عزیز میگین من تن نفس ما به او بخشیدم، اونجا که رضاگی پدر و مادرت هست، شاهدا که هست، هیچ طلاق واقع میشود. و با طریق مجبوری اگر نکاح هم کنی درسته، با طریق مجبوری اگر طلاق هم کتی طلاق واقع می شود. لیکن پدر در اینجا گناهگار می شود، زیرا این حق شریعت بر پدر یا بر مادر نداده که دختر نفری را که نخواهد برای خودش همچو یک شوهر تو را مجبور کنی که نمیره میگیری. این ده حق نداری. دخترها حق دارن که رد کنن، بگه پدر من ایگه پنه میگیرم، من سخن تا در این مسئله قبول ندارم. یا همین مرده که من برای خودم همچو یک رفیق زندگی یا شوهر قبول کردنی نیستم. دخترها این حق دارن، بچه ها هم این حق دارن. برای این مجبور نکنین، بیاوین دختره بیاوین کلینه بیاوینو، لیکن رضاگی فرزند بگیرین. که فرزند چی میگه؟ اگر بگن میشه پدر و مادر، تمام شما دنبال کار باشین. یکی بگن نه من قبول ندارم، مجبور نکن، گناهگار میشه. سوال دیگر، بعد از سنت نماز خفتن امام سلام نداده ما میتونیم ویتر را نیت کنیم؟ نه، شما بعد از سنت نماز خفتن امام سلام نداده ما میتونیم ویتر را نیت، اگر به شرطی که شما فرض با امام خوندین، پشتی او با سنت های. وقتی سنت میخونین در مردم ما تا همون امام سنت چه بود نکنه، مردم ایجاش نمیخیزه. لیکن همین برادر عزیز گناه های. در همین مسئله ما برادر عزیز گناهگار میشیم. این احترام امام نشان نمیده. امام ها باید همین چیزها رو شما خوانین. خداتون میدونین که باید مردم نیستد که کی تو سلام میتی و میخیزی بعد مردم ای پشتی تو بخیزن. یعنی امام وقتی در حالت سنت خواندن هم که باشد، تو که نماز تا تمام کردی خیز ایجاد ویتر تا خواندن بگی. اگرچه امام علی سنت چه خونده است یا سلام ندادایم، تو بخی ویتر تا خواندن بگی. اگر بیستی و تا امام تمام کنه و بعد ای پشت امام بخیزی، اینجا دا خلاف سنت، این بدعت های، این دا گناهگار میشیم برادر عزیز.